سلام بچه‌ها، من سعیدم. دوباره اومدم با یه ولاگ جدید. توی این ولاگ من دارم میرم، یعنی ما داریم میریم به سمت کشور هلند. از شهر اشتوتگارت آلمان، جنوب آلمان، داریم میریم به سمت هلند. ما الان راه افتادیم، یعنی در واقع توی اتوبان هستیم. یه توقف کوچیک کردیم، توی پمپ بنزین ایستادیم و میخوایم یه استراحت خیلی کوتاه بکنیم و دوباره ادامه مسیر بدیم. میریم به سمت شهر کلن و دوسلدورف. یه توقف کوچیک دوباره میکنیم، به خاطر اینکه کشور هلند هم مرز با، یعنی شهر کلن و دوسلدورف تقریبا هم مرز با هلند، یعنی از اونجا باید ما مرز رد کنیم. میریم که با هم دیگه این سفر رو داشته باشیم و لذت ببریم. بریم. خب بچه‌ها، ما رسیدیم به شهر دوسلدورف بعد از شهر کلن که دیشب ما یه استراحت تقریبا شب اونجا گذروندیم و صبح کردیم. دوباره راه افتادیم از شهر کلن و الان توی شهر دوسلدورفیم و تقریبا نزدیک به کشور هلند. اینجا باز می‌خوایم یه استراحت کوچولو بکنیم، یه غذای بخوریم و دوباره راه بیفتیم به سمت هلند که دیگه توقف نمی‌کنیم و مستقیم تا خود هلند بریم. ما همچنان تو مسیریم و تقریبا 2 دقیقه دیگه، فکر کنم همون 2 کیلومتر دیگه داریم از آلمان خارج میشیم و وارد کشور هلند میشیم. خیلی جالبه، اصلا آدم متوجه نمیشه که کی مرز رد کرده. بچه‌ها، ما الان با این تابلویی که دارید میبینید کشور هلند، الان وارد هلند شدیم. الان من هلندم، یعنی ما هلندیم. نگاه که بکنید، توجه هم که بکنید، تابلوها و رنگ تابلوها عوض میشه، پلاک‌های ماشین عوض میشه، ولی به همین راحتی ما مرز رد کردیم و از آلمان وارد هلند شدیم.
خب بچه ها ما رسیدیم به جایی که قرار 2 شب اینجا اقامت داشته باشیم. ما اینجا یه جایی گرفتیم توی مجموعیه که یه دونه خونه خیلی کوچولو جمع و جور خوشگل گرفتیم. اینجا اول مجموعه است. اینجا 2 روز سکونت میکنیم، 2 روز هستیم که خیلی جای قشنگی هم هست. بعدش میریم به شهر آمستردام و به طرف هومه آمستردام. در اصل این شهری هم که الان هستیم خود هومه آمستردامه که تقریبا 40-50 کیلومتر با خود آمستردام فاصله داره. و آره دیگه همینجور که گفتم 2 روز قرار اینجا باشیم. خیلی قشنگه. بگیر اونجا رو.